کاری که هرگز نباید با پول خود انجام دهید. چون آرامش مالی به این نیست که چقدر درآمد دارید، بلکه به این است که چقدر عاقلانه از آن محافظت می‌کنید. اول، هرگز به هر کسی پول قرض ندهید، مخصوصاً به دوستان یا خانواده‌ای که آن را مهربانی می‌بینند، نه تعهد. شما با نیت خوب قرض می‌دهید، اما وقتی آن را پس می‌خواهید، تبدیل به آدم بد داستان می‌شوید. آنها از شما دوری می‌کنند، بهانه می‌آورند یا ناپدید می‌شوند. و در نهایت نه تنها پول خود را از دست می‌دهید، بلکه رابطه را هم از دست می‌دهید. دوم، هرگز فقط برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران چیزی نخرید. اشیای قشنگ شما را انسان بهتری نمی‌سازند. تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران هم پولتان را از بین می‌برد و هم آرامشتان را. بیشتر مردم به چیزهایی که دارید اهمیت نمی‌دهند، بلکه به این اهمیت می‌دهند که چه کسی هستید. هویت را بیشتر از ظاهر ارزش بدهید. سوم، هرگز پولی را که هنوز ندارید خرج نکنید. درز امروز آسان به نظر می رسد، اما فردا گران تمام می شود. اگر در حساب شما نیست، پس وجود ندارد. فقط برای جبران اشتباهات مالی خودتان کار نکنید. چهارم، هرگز مصارف خود را نادیده نگیرید. مردم به خاطر کم بودن درآمدشان فقیر نیستند، بلکه به این دلیل فقیرند که نمیدانند پولشان کجا می رود. کنترل آزادی می آورد. اگر درآمد و مصارف خود را ثبت نکنید، همیشه احساس می کنید که کافی نیست. پنجم، هرگز صندوق اضطراری را نادیده نگیرید. زندگی قبل از ضربه زدن به شما هشدار نمی دهد. مشکلات غیر منتظره می توانند وضعیت مالی شما را نابود کنند اگر آماده نباشید. پس‌انداز کردن خساست نیست، بلکه یک استراتژی است. این کار از آرامش، عزت و ثبات شما محافظت می کند. و این مهمترین بخش است. پول فقط یک وسیله نیست، بلکه کنترل، انضباط و آزادی است. با هدف خرج کنید، با خرد پس‌انداز کنید و بگذارید امور مالیتان در خدمت آینده‌تان باشد، نه هوس‌های لحظه‌ای شما. 5 کاری که هرگز